سلام، به رگ و خون خوش اومدین. امروز قراره با همدیگه یکی از جنجالی ترین پرونده های جنایی ترکیه رو بررسی کنیم. پرونده‌ای که با ناپدید شدن یک زن شروع شد، با سکوت ادامه پیدا کرد و در نهایت قاتل تو یک برنامه زنده تلویزیونی جلوی چشم میلیون ها بیننده به قتل اعتراف کرد و جای جسد رو نشون داد. پرونده قتل مینه کجادا. مینه یک مادر 26 ساله بود که 7 سال پیش برای اینکه زندگیش رو با عشق و علاقه شروع کنه از خونه پدرش فرار میکنه و با میتاد ازدواج میکنه و حاصل این ازدواج یک پسری میشه به اسم تاها. اوایل ازدواجشون مینه متوجه میشه که میتاد داره بهش خیانت میکنه و با زنهای دیگه در ارتباطه. از زندگی مشترکشون دل سرد میشه ولی زندگی رو ادامه میده. در عوض همه توجهش رو به پسرش تاها و شبکه‌های eجتماعی میده، مثل تیک تاک، اینستاگرام. بریم با هم چند تا از کلیپ های تیک تاک مینه رو ببینیم. defa küstük, kaç defa kavga ettik, barıştık. Ama ne olursa olsun yolun sonunda hep birbirimizi bulduk. Ama bu defa öyle sağlam bittik ki ne onun benden haberi var ne de benim ondan haberim var. Senin çekip gitmen bana koymaz sevgilim. Çünkü ben aşktan yana gülmedim, kara baktım Ben bu hayattan hiçbir şey istemiyorum. Ama birazcık da olsun mutlu olmaya hak etmedim mi sence? Etmedim değil mi? Gene kaybettik albayı. مینه به زندگی مشترکش ادامه میده ولی طی این سالها چند باری از خونه فرار میکنه. مثلا همراه پسرش 2 ماهی میرفته خونه یکی از دوستاش میمونده، یا مثلا 1 هفته خونه خانوادهش میمونده که با وساطت خانواده ها دوباره به پیش میتاد برمیگشته، تا جایی که مینه با حسین آشنا میشه. البته قبل از حسین هم با کسای دیگه در ارتباط بوده، اما داستان حسین یک ذره فرق میکنه، چون انقدر آشکارا با حسین در ارتباط بود که میتاد هم متوجه این موضوع میشه و وقتی که میتاد ازش میپرسه که آیا با حسین در ارتباطی، مینه انکار نمیکنه و میگه من حسین رو دوست دارم و میخوام از تو جدا بشم و با حسین زندگیم رو شروع کنم. میتاد تمام تلاشش رو میکنه تا دوباره علاقه مینه رو به خودش برگردونه. حتی پیش دعانویس هم میره، اما حرف مینه یک چیز بوده: باید از هم جدا شیم. کم کم میتاد حضور حسین رو تو زندگی مشترکشون قبول میکنه، تا این حد که مدت زمانی که مینه گوشی نداشته، حسین برای اینکه با مینه صحبت کنه به گوشی میتاد زنگ میزده. به نظر من خیلی رابطه سمی و عجیبیه. نمیدونم فقط نظر من اینطوریه یا شما هم مثل من فکر میکنید. و اما شب حادثه، صبح روز 27 مرداد ماه، مینه و میتاد پسرشون رو برای جراحی ختنه به بیمارستان میبرن و قرار میشه که فردا برای چکاپ مجددا به بیمارستان مراجعه کنن. از اونجایی که میتاد نمیتونسته مرخصی بگیره از محل کارش، حسین به میتاد زنگ میزنه و میگه که حالا که تو نمیتونی مرخصی بگیری، من مینه و تاها رو فردا برای چکاپ میبرم و از میتاد میخواد گوشی رو بده به مینه تا قرار فردا رو هماهنگ کنه. اما فردای اون روز از مینه هیچ خبری نیست. بعد از گذشت چند ماه، برادر مینه به یک برنامه تلویزیونی مراجعه میکنه. برنامه تلویزیونی که سبکش همینه، عکس آدم‌هایی که گم شده رو نشون میده تا به کمک مردم اون آدم رو پیدا کنن. توی اون برنامه تلویزیونی عکس مینه هم نشون داده میشه ولی باز هم از مینه خبری نیست. میتاد هم به اون برنامه دعوت میشه و اون شب رو اینطور تعریف میکنه: بعد از اینکه حسین و مینه با هم دیگه صحبت کردن، ما یه بحث کوچیکی با مینه داشتیم و بعد از بحث من به اتاق خودم رفتم و مینه و پسرم به اتاق خودشون رفتن. ساعت 5 صبح بود که من با صدای گریه تاها بیدار شدم و وقتی که رفتم پیش تاها دیدم مینه خونه نیست و در عوض
یک ساک قرمز که داخلش وسایل شخصی مینه بود به همراه تلفن مینه که خط نداشته و 2 تا کفش مینه داخل یک مشما جلوی در ورودی بود. و من هم مثل بقیه اطرافیانم از اون روز به بعد دیگه از مینه هیچ خبری ندارم. اما سوال اصلی برای همه اینه: اگر مینه میخواست بره، چرا مثل دفعات قبل تاها رو با خودش نبرد؟ اگر واقعا قصد فرار داشت، چرا وسایل شخصیش رو با خودش نبرد؟ میتاد به قدری توی اون برنامه زنده تلویزیونی ضد و نقیض صحبت کرد و انقدر حرفاش رو عوض کرد که پلیس با دقت بیشتری میتاد رو زیر نظر گرفت. گوشی میتاد توسط پلیس ضبط شد و بررسی شد و متوجه شدن که میتاد 1 ماه بعد از گم شدن مینه دوست دختر پیدا میکنه و حتی قرار ازدواج میذاره. و سوال مجری این بود: بارها مینه از خونه فرار کرده بود، اما این بار تو 1 ماه بعد از گم شدن مینه خونه را عوض کردی. انگار که میدونستی قراره برنگرده. طبق نتیجه‌ای که از گوشی میتاد به دست اومد، میتاد 3 تا جمله رو توی اینترنت سرچ کرده بود. یک جسد بعد از چند روز فاسد میشه. قوی ترین سم کشنده چیست؟ اگر به کسی که بیهوش شده تجاوز کنیم، آیا باردار می شود؟ یک روز میتاد وقتی که توی برنامه حاضر میشه، قبل از اینکه مجری سوالی ازش بپرسه میگه من زنم رو کشتم. و اون شب رو از اول تعریف میکنه. اون شب بعد از اینکه حسین و مینه با همدیگه تلفنی صحبت کردن، من از مینه پرسیدم آیا با حسین رابطه هم داشتی؟ چقدر به هم نزدیک بودی؟ و اون گستاخانه جواب تمام سوالات من رو داد. و من یک لحظه نفهمیدم چی کار دارم میکنم. با پام به صندلی که مینه روش نشسته بود ضربه زدم. صندلی افتاد و سر مینه به کف آشپزخونه برخورد کرد و از بینی و گوشش خون اومد. نمیدونستم باید چی کار کنم. تا 4 صبح بالا سرش نشستم و گریه کردم. ساعت 4 صبح شده بود و من باید یک فکری میکردم. کشون جنازه مینه رو به حموم بردم. صورتش و گوشش رو شستم و جنازه رو به اتاق خواب بردم و زیر تخت نگه داشتم. 3 روز بعد جنازه رو توی گونی انداختم و به یکی از باغ‌های روستای دنیزی رفتم و مینه رو اونجا دفن کردم. میتاد توی دادگاه از خودش اینطور دفاع کرد: یک لحظه جنون آنی به هم دست داد و نفهمیدم دارم چی کار میکنم. قتل از عمد نبوده و من پشیمونم. من زنم رو دوست داشتم. اما قاضی قتل رو عمدی دونست و حکم ابد و 1 روز برای میتاد برید. به چند دلیل؟ به دلیل جستجوهای اینترنتی میتاد، به دلیل ماه‌ها سکوت و دلیل مهمتر نظریه پزشک قانونی. پزشک قانونی دلیل مرگ رو خفگی میده، نه برخورد سر به زمین. میتاد بعد از اینکه مینه سرش به زمین برخورد میکنه، با حوله گلوی مینه رو فشار میده. نظر شما چیه؟ آیا قتل عمدی بوده؟ یا واقعا یک لحظه جنون آنی بهش دست داده؟ آیا مینه این حق رو داشت که جواب خیانت رو با خیانت بده؟ و آیا میتاد این حق رو داشت که جون مینه رو بگیره؟ منتظر نظراتتون هستم. اگر میخوایم پرونده بعدی رو از دست ندین، سابسکرایب یادتون نره. ممنون که وقتتون رو به من دادید.